منی که این همه میکوبم و میام با یه 125 به عشق یه دریا، با به عشق یه آرامش، به عشق اون آدمی که میاد تو اینستا لایف میذاره میگه بچه‌ها شهر من پر از غیرته، پر از حیا هست، بچه‌ها مازندران من پر از غیور مردای غیرت. بچه من علنی دیدم، تا نبینی نه تو شرایطش قرار نگیری حرف اون آیسان اسلامی رو قبول نداری. بچه من دیشب اومدم اینجا به شب برخوردم بچه ها. یا کافه‌ای بود بدون نشون، این کافه شب نشین به من جا اسکان داد. اون پرده میبینی برای من نصب کرد، حتی به هم داد، پر از غیرت. گفت راحت بگیر بخواب، آرامش داری دیگه، آسایش داری تو صبح. هواشون به من بود. من اینجا اسکان گرفتم، اینجا به من دادین. میبینید این پرده رو خودش برای من نصب کرد. میخوام اینو بگم، واقعا راست میگفت، زنا غیرت دارن، خیلی هم غیرت دارن. وقتی که من زن از خودم یه غیرتی نشون بدن، مردای با غیرت پشتم قرار میگیرن. آره منی که همه جا میرم میگردم، سفر دارم، وقتی میبینن یه مردی تو سفر داری، حیا داری خودتو برای خودت خیلی چیزا چارچوب داری، با غیرت هم کمکت میکنن. نه مثل همون کافه‌ای که پشت منه دیگه، اینا تو پوست میخورن، ازت دفاع میکنن. قبول داری؟ والا من دیشب یعنی انقدر قشنگ هوای منو داشتن، پتو بالششون رو داد برای من، ملافرم بستن که پیدا نشن، راحت بگیرم نخوام. هنوز وجود داره. آیسان اسلامی راست گفت، مازندران من بچهای انارور خیلی غیرت دارن. چقدر پشت من قشنگه، پشت من جنگل بچه، دوستتون دارم.